روز شمار ماه شعبان. ماه شعبان ماه هشتم از ماه‌های قمری است. در این ماه وقایع و حوادث مهمی در تاریخ اتفاق افتاده است. در ماه شعبان سال دوم هجری الله متعال بر مسلمانان روزه ماه مبارک رمضان را فرض نمود و این گونه روزه گرفتن ماه رمضان یکی از ارکان پنجگانه اسلام گردید. در ماه شعبان سال سوم هجری حسن ابن علی رضی الله عنهما نوه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سرور جوانان بهشتی دیده به جهان گشود. همچنین در پنجم شعبان سال چهارم هجری حسین ابن علی رضی الله عنهما نوه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر سرور جوانان بهشتی به دنیا آمد. در شعبان سال پنجم یا ششم هجری به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اطلاع دادند که برخی از مشرکین تصمیم گرفتند تا به مسلمانان حمله کنند. در نتیجه غزوه بنی مصطلق اتفاق افتاد. این غزوه با پیروزی مسلمانان و شکست مشرکین به پایان رسید. در شعبان سال 94 هجری امام لیث ابن سعد ابن عبدالرحمن فهمی مصری دیده به جهان گشود. وی فردی حدیث شناس، فقیه و حافظ قرآن بود. در 25 شعبان سال 625 هجری فقیه بزرگ شافعی تقی الدین محمد ابن علی ابن وهب مشهور به ابن دقیق العید صاحب تألیفات مشهور و معروف و موضع‌گیری‌های درخشان چشم به جهان گشود. در 12 شعبان سال 672 هجری امام ابن مالک پیشوای زبانشناسی و قرائت‌های قرآن کریم در شهر دمشق دیده از جهان فرو بست. وی تألیفات معروف و مشهوری دارد که از میان آنها میتوان به الفیه ابن مالک اشاره نمود. در پایان باید گفت ما میتوانیم ماه شعبان را ماه ولادت علما و نخبگان بنامیم.